شرکت چکن کلوب با بینای نمایندگی حزب ممنوع نهضت اسلامی در منطقه کلوب کوچ بست. بینای قبلی شرکت چکن که در پهلوی باغ فرهنگی شهر کلوب واقع بود، 2 ماه قبل از جانب شهرداری کلوب به خاطر سفر رئیس جمهوری کشور به شهر کلوب تخریب شد و بعد مراجعت های نماینده های این شرکت شهرداری با آنها وعده داد که بینای حزب نهضت اسلامی در منطقه کلوب را به آنها میدهد و نمایندگان شرکت چکن کلوب میگویند که آنها بینای قبلیشان را با مبلغ 300,000 سومان ساخته بودند و این بنا را طریق مزایده خریداری میکنند و 300,000 سومان از پول عمومی این بنا را باید شهرداری کلوب پرداخت کند. دوی بیچاره میان که کار میشه خیلی همه جوابا که میشه اساس کنیم کار سر میکنیم. شرکت چکن کلوب در عرفه تجلیل جشن 2700 سالگی شهر باستانی کلوب گشوده شده بود. تا آن زمان مغازه‌های مخصوص فروش چکن وجود نداشت و تنها هنرمندان مردمی به این هنر گلدوزی مشغول می‌شدند و تا 2 ماهی که بینای قبلی شرکت چکن تخریب شده بود، کارمندان این شرکت که زیاده از 100 نفر زنان محلی خانه‌نشین بودند بیکار ماندند و بعد به کار در آمدن این بنا همین بنا سیمای دیگر به بر میکند و آنها به کار قبلی خیش ادامه میدهند. امریدین علیموف، محمود جان رحمتزاده، رادیو آزادی، کلوب.